غربی ها به بحانه های بیجا به افغانستان حمله کردن، افغانستان اشغال کردن. باز هم این بار این را شعارهای دادن که ما افغانستان را این میسازیم آن میسازیم، آباد میکنیم. و کجای افغانستان آباد کردن؟ شما آگاهی دارید که در تمام افغانستان اگر یک شفاخانه کلان ساخته باشند، مریضای ما شما در اونجا علاج شود نشده است. در تمام افغانستان اینطور یک بند آب ساخته باشند که از او برق تولید شود نشده است. اگر در تمام افغانستان یک پلیتکنیک یا یک دانشگاه و پوهنتون ساخته باشند که در اونجا جوانها در انجینیری و طب و کامپیوتر ساینس در مقطع دکترا و ماستری تحصیل بکنند، نکردند این کار. خب کجای افغانستان آباد کردید شما؟ باز هم در این عرصه مدارس ملت افغانستان بمبارد میشد، شفاخانه ها بمبارد میشد، سرخانه های مردم افغانستان چاپه انداخته میشد. هیچ چیز ملت افغانستان مسئول نبود. در نتیجه مبارزه خستگی ناپذیر ملت افغانستان بالاخره مجبور شدند اشغالگرا از افغانستان برآیند و بعد از برآمدن از اونها الحمدلله او هدفی که ملت افغانستان هم در برابر شوروی ها هم در برابر غربی ها مبارزه کرده بودند، او حاکمیت نظام اسلامی بود. الحمدلله در افغانستان حاکم شد. در تمام افغانستان تحت قیادت یک امیر، جناب امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله، نظام اسلامی حاکم است. در هیچ نقطه افغانستان کسی حق ندارد که شعائر اسلامی را کسی توهین و تحقیر کند. یک مسلمان بامیانی ما در قندهار، در پکتیا، در غور، در فاریاب، در هر نقطه افغانستان اگر یک کسی را ببیند که خدا ناخواسته شعائر اسلامی را توهین کند یا خدا ناخواسته مرتکب یک گناه کبیره مثل زنا و شراب و این چیزا شود، بسیار به جرأت قاطی میتواند که دست از او را بگیرد، جلو از او را بگیرد.